دوستای عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوشحالیم که باز یک روز دیگر الله پاک ما فرصت داد که به خدمت شما باشیم. دوستا ما فعلا به کورت سیاوشونیم، به بلندو. ما این بریم رو به طرف کوهای ادرسکن، نقش چه سریال دود سفید کار میکنیم. انشاءالله پشت صحنه 4 موتریم، 25 نفریم انشاءالله میریم که به داخل کوها برف و بارندگی شده. اونجا بسیار جای زیبایه. انا انشاءالله به خدمت شما هستیم و شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. فعلا ما پشت صحنه سب میکنیم، خیلی جای زیباییه. محمد جانم که هست اینا دیگه باجی مانم. کجا ما بخیر بریم؟ بخیر خوشی برگرفتن. خب نقش چی داریم محمد؟ نقش فیلم کلا. نه کلا نیه دیگه، دود سفیده. دود سفیده. خب نقش خودازی. بله. خب همین جگاه بیننده خواهش کردن که دو کار انجام دهن و بچه ماما جو بس که خب برک نگه. یک گریه کو یک خنده که ماما غلام ایدر خوش دارن که تو بخندی. کاکا جلال بیاین شما. بیاین کاکا بیاین. بچه همه ما بیاین بچه همه جان ماما جلال که اینا لال عبدالغفار اشتو با خدا لال عبدالغفار که اینا همیشه می منطقه خود ما همکاری دارن. یک گریه خنده بکنه یا بکنه یک گریه اول بکن برو محمد. خنده خوبه، خنده یولی الکو گریه نشو باسه گریه خنده خوبه بعض دوستان این دیگه هی می آیم. بیننده‌های عزیز از شما خواهشمندیم، به همین ماه مبارک رمضان هم نزدیک شده دیگه، از شما خواهشمندیم که ما رو حمایت بکنین، که باور کنیم به یک مشکلات برنامه صبر نمی کنین که دیگه به کل بی اندازه. بعض دوستا دیگه هم می آیم، اونا رو مرتضی جان بگیرین. البته یک موتر دیگه ما هم نماده. ایتا باجه کانی رو به نور دیگه از این جربی بگلایت نشه، از این جربی اینه سیه بری بله فدکندر همه که امرو هر چی خریدیش من دکندر خریدیم. نیم کیلو رو بخرید او. ولی باید که موتر خوبه نه برای کنیکشن کنی. حالا باشه بیایی فایده نداره. نگه خاطر طبیعه چارت شده که خاط از شب بیایی چارت نشه راست میشه. هم موتر روشن چه چارت شده که همانه به دم اسرائیلی درست شده. دوستای نازنین خدمت عزیز احمد جان قرار داریم. میخوایم از اینا بپرسیم که به همین سریال دود سفید نقش شما چیه برات؟ نقشم به نام اقبال سوخته یک نقش خشنه. خب یعنی این نقش شما که به اصطلاح کار میکنیم ای از این نقش خورزی هستیم یعنی 100% بله. یعنی میتونه همون نقش اقبال سوخته کار کنه؟ فعلا خود به 20 قسمت پیش رفتیم پناه به خدا دیگه. چند قسمت؟ 30 تا قسمت پیش رفتیم. بیننده‌های عزیز ناگفته نمونه عزیز احمد جان که به برنامه خود ما نقش نورالله کار میکنه. فعلا نقش کلیدی ما 2 نفر داریم دیگه. منتها یادم میتونه باز به خیر خوشی اصلی فیلم ببینیم. این سریال 100 قسمته انشالله به خدمت شما هستی که خیلی جای ما استفاده کردیم، یک لوکیشن ها استفاده کردیم که شما اصلا شاید به عمر خود ندیده باشیم، از هم کوها و از هم دشتا و دیگه جاها تاریخی. نقش اقبال سوخته که یک قاچاق فروش اونده نیمه اونده دیگه خورونده هم نگی لالا نیمه اونده انشالله. موفق باشه. کجای کاکام سید احمد؟ همکاری استاد ما دیگه، اگر استاد ما نبودیم ما سید احمد جان به تمام موتر رفته، یک دفعه میتونه بره بشینه. سید احمد فقط رخشویی داشته. آره شهر اختاق میکشه دیگه. دوستای نازنین خدمت کاکا سید احمد جان آمدیم که میخوایم اینا
از اینا پرسان کنه که به این سریال دود سفید نقش شما چیه که سیدما؟ نقش ما بله نقش دیگونی الله دیگونی ها دیگونیم بله گلک دیونا مثل کو دوماد مونه دومات شما این دیگه هم هر جا میشه که گلک دومات شما باشه دیگه به خدا نوش جان شما واقعا شما با نقش خود موفقیم و در کنار نعیم جان واقعا نقش خوبی بازی میکنه. تشکر. آقای سروری هم فکر کنم به این سریال نقش داره. آقای سروری سلام خوبه؟ خوب سلامتین بخیرین. و گمانم که شما مشخص نیست که به سریال چی نقش دارین. والا برای معلوم شده چیکار میشه هر چی باشه بتام تشکر بخیر باشه. در کنار فریدون جان عظیمی قرار داریم اینا هم به همین سریال دود سفید نقشش دارن. میخواین که از زبان خود اینا بشنوین که اینا به این سریال دود سفید چی نقش دارن. سلام خدمت دوستای نازنین که ما را از کانال یوتیوب طنز نعیم جانو بیننده هم. من نقش گارد رئیس دارم یعنی گارد ارشد رئیس. دیگه این نقش ما فعلا پیش میرسه کنیم تا کی باشه که به مرمی به پینک نباشیم. انشالله که موفق باشیم و به مرمی هم پینک شما نخوره. ماشاءالله خدا شما رو زد بده. بکنیم برسیدیم بخیر. خدا برار به یک مشکلات موتر بند میشد سینی و دیگه گل خیلی بدک آمت مشکل یک موتر دیگه بمونده به خدا نبتر ولی بخیر برسیم موقعیت ثبت شما دیگه ان شاء الله ها الان سنگ سولاخ اون بگیریم کور باش نه حالا میگیریم باشه دوست برای دارم بخیر سعی کنین که بسیار جای زیباییه. آقای سلام خوبیم خسته نباشیم دیگه خوشحالم بخیریم. سروری سعی کنیم لا برفا میکنیم یعنی نگاه شیشته این نفره میایه این نفر دستور میده گور جلوی رو میده از دوربین رد شیم خب بریم فی خانه بزنیم من میرم بالا بشون با بالا تو هم اینجا بود با میان نش بیا اینجا سیاخان دار با خودش موجود نشه وادای بستونیم که فنگایل هم بستونیم امروز رفیقان احتمال دفعه اول ده غیر ما این پس اینجا بسیاریم که یک کلتوسی اینجا بزنه سروری تا کنیم از اینجا یا که گندی بکش آقای رسوشته رفیقان تکون نخور اگه نمغزت رو باد میکنم چوب کنیم برادر چوب کنیم خواهشونه چوب کنیم بلیاز وقت نیه چوب کنیم دیگه 3 2 1 چرا بچه تو برو از این پشت تا کله نو بیا من یکی از اینجا میذارم بده برو خواهش برو 2 1 بزن نوال خبر مرگ خور به چنگیز خان بده گله مر میگیری بیا تاشو تو آروم آروم سنگ دید نداره واسه میگم واسه نرم نشه نمیشه آخه کی میفهمه این برفا بگالتون بریم برو خدا خور تفنگچه پرتو دی این قرار داره بگیریم پشت سنال بگیریم نفس نکش برونگه عکس بگیرم
آقای رساس چرا؟ کشته شدی تو. رفیقان بیا. من ندیدم هرچی دیدم. ندیدم نه. من ندیدم رفیقان. بچه چی شد دکه؟ ندیدم رفیقان. نشد. دایی چه کار کجا میری؟ خدا من نقش چنگیز خان دارم. چنگیز خان. چنگیز خان هم یک کسی هست که واقعا خان مغول. خیلی چنگیز خانم. این کورا هست دیگه خیلی بلنده. فیلمبردار ما آقای رسای دیگه. آقای رسا مونده شده. خیلی راه. نمیزنم بیاین. بگی که ما بریم بالا. فیلم بگی فیلم. آقای رسی بطیه همه ختم شد. خدا. بری بالا کنی. برو. بله من که بدیم. بیایی که یک دیالوگی دارم میگم بیایی. اینو چیه؟ میخوریم. منم